از اونجایی که من دیوونه کبابم خیلی رسیپی امتحان میکنم تا تو خونه کبابای نرم و آبداری داشته باشه. این کباب فقط با شنیسل مرغه اما نرم و آب داره. بیا بهت بگم چجوری. سر پیازو میگیرم و تهشو نگه میدارم تا موقع رنده کردن از هم وانره. به نیم کیلو سینه مرغ چرخ شده نمک و فلفل و پیازی که آبگیری نشده اضافه میکنم. با هم خوب ترکیبشون میکنم. برای رنگ و طعم بهتر زعفرون میزنم. دوباره ترکیبشون میکنم. دستامو خیس میکنم که مواد بهش نچسبه. یکم از مواد برمیدارم و اینجوری شروع میکنم به فرم دادن. سعی کنید اول کبابو رو دستتون لوله‌ای و دراز کنید و بعد با انگشتتون اینجوری روش رد بندازین تا دقیقاً مثل کوبی بشه. تو تابه‌ای که روغن ریختم میچینم و رو گاز میذارم تا کبابا سرخ شن. اینور برنجم هم دم میزنم. برنجی که خیس کردم و با همون آب نمکی که داره به آب جوش اضافه میکنم. اینجوری هم دمای اتفاق میفته و برنج دیگه نمیشکنه نه خورد میشه. دیگه کوبیده ها هم آماده شدن. برنجو ببین چقدر دونه. این تازه ایرانی و هیچ روغنی نداره. کره زعفرونم روی کبابا میریزم و تموم. این اولین آموزش از کوبیده ها بود. قرار انواع کوبیده های راحت و اقتصادی و در عین حال خوشمزه رو بهت یاد بدم. پس پیجو داشته باش. کوبیده های اضافه رو هم میذارم تو فریزر. اینجوری تو 10 دقیقه غذام حاضره.